سلام و صد درود خدمت شما دوستان عزیز. سلام. امروز اومدیم با هم دیگه اکسپلور گردی کنیم ببینیم که چه چیزی امروز توی اکسپلورمون پیدا میشه. پیج اینستا این بالا میاد. اینی که میخوایم الان ببینیم اکسپلور اون پیج ماست که واقعا تازگی‌ها خیلی سم شده. یعنی خیلی سم شده. امروز اومدیم که بهتون نشون بدیم این حجم سم بودن یعنی چی. بچه‌ها ما یک دونه هدفون بیشتر نداریم، برای همین مجبوریم امروز اینجوری بگیم. فکر نمی‌کنم 10 تومانی همچین قابلیتی داشته باشه. جالبه که چی؟ آها 10 20 30 40 50 مردی که اون انگلیسیشو بخون. جالبه که 90 تومنه پشما. 9 تومن. آجی خیلی سم بود. بله کاملا صحیح. How did she چجوری داره با گربه حرف میزنه؟ نه چجوری راضیشون کردی؟ راست میگه ناموسم. چجوری راضیشون کردی اینجوری بشینن دوستا؟ حالا مرکز واسه قشنگ دارن گوش میکنن. یعنی بچه‌های مدرسه‌مون که بچه‌ها دانشگاه اینقدر با دقت گوش نمیدن. ما داریم زحمت میکشیم. روزی که پدرت رو دفن می‌کنی روزی است که می‌فهمی تنها مردی رو از دست داده‌ای که می‌خواست رو بهتر از او ببینی. این امریکته. چجوری نار می‌سازن آجی؟ واقعا کی میبره؟ واو بی‌نازه چه خدا موضوع یعنی نگاه فوق‌العاده بود. این ساخته بود اینو فوق‌العاده بود. یعنی ذهن این مرد رو باید قاب کرد، یعنی قاب که تو موزه نگه داشت. دمش گرم واقعا فوق‌العاده بود. ایش گربه چرا اینقدر عجیبه؟ لایک قبلی هم لایک. Treat me like what you Aí meu olho. Saudade. نه اینجا میدونی باید کی نشون باید ما دوتا رشون میدونی میشه نگاه میکنی. بیا برای این آهنگ فوق‌العاده است. وقتی که وب شوترها تموم شده. What? That's not cake? واقعی بود. پشمام. This is one of the lightest cake one, I think. Because I این چی؟ پاشین کیک. نه این کیک. اشتباه گفتی. Oh. Are you serious? No. You can't come in cake. واقعی. کیک بود. کیک. موزه. موزه. این کیک. That was the cake. What? Oh my god. واقعی بود. اون کیک مثلا چیه؟ من چرا محروم؟ Really nice. Oh my god. نه بعد این کیک می بود دیگه. من ناراحت الان آقا. این رو آوردیم کاربلد کمک دست باشه. این روش. داره نگاه میکنه. قشنگ کار کنی. گادفوری خیلی خوب درست کرده. خیلی خوب درست کرده بود حاجی. گاه میخوره فوش میده. این انیمیشن هوی متال. ساکت واقعا همه اصل خودشه. توجه کن.
راکن رول. نه این مشخص نیست. دلم که فان کشی بودم فان. اوه عالی. ایوه فوق‌العاده بود. ایتالیان اپرا. اینو رو چجور میسازن؟ خیلی خوبه. کلیزی فوق‌العاده است. برو فوق‌العاده بود. فان کش ولی فون. عالی. چه ریتمی داره آج. از همه قشنگتر دارن هیپ هاپش بود درسته؟ ای پاپش خیلی بیفی با این آهنگ ساعت ها یعنی چیل کنم. نه جالب. دست متال. خوش میده گوه میخوری فاش میده. سالسا. اینه سالساش قشنگ ببین. یا تا اینجا فقط هوی متال خوشم اومد. هیپ هاپ متالش خوشم هیپ اومد. هاپ خیلی خوب آقا واقعا قشنگ. متالش خیلی قشنگ. من این واسه سیو کنم این بعد بفرستم که بعداً بگذارمش حتما. خیلی قشنگ بود واقعا حال کردم باش. 100 باید فیک باشه. چیکار شده جنسیت شما عوض شد. همین نکته دارکش چیه این که واقعا همین باشه. رفتی منتظر جواب بده. من از وقتی فکر کنم دختر آجی دختره که پسره آقا بیم ها چی دارم میرم؟ مارمولک نیست این چیه؟ ایگوانا گرفت تو ایگوانا سواری بود. به همه چی میگه. فقط اون گزارشگری که رفته جلوی میکروفون گرفته اون چه فازی داره فکر رو چه موادی اصلا اون چرا؟ رو چه موادی بود اصلا اون چرا میکروفون گرفت؟ چه قشنگ رو موادی این فوق‌العاده است. این فوق‌العاده است. خارجیه این نازه حاج من عاشق ویولن من سه ویولن خیلی دوست دارم. ویولن سه فرق نداره تر رو عاشقشم خیلی قشنگ واقعا قشنگ اصلا ریالیتی چیزی که تصور میکنی چیزی که واقعا هست وای نیستیم عجیب بود عجیب Alright, Matt, trick of the day. I dare you to call your crush. What? زمین تن رفیقش Dude, I kind of don't need to call my crush because خودش تو باشه. they're in this car. And it's هنر استعداد چی میزنی باش کن؟ دهنش
کجا این آفریقا نه؟ آفریقا جنوبی هم. نمیدونم احتمالاً از کجا می‌فهمی؟ آفریقا اول بگو شمال جنوب داره. ها ها دیگه صدا بذاری خدا میخورد واقعا هم بهش میخورد. آزادی ما پلیسه خاله فداش بشه. آره خاله جون. الان میخواد واسه خاله بگه که بابا ما خونه چیکار میکنن ها. بابای مامانی دعوا میکنه. نه بابای مامان اصلا دعوا نمیکنه خاله. جدی میگی؟ آره. بابای مامانی پول میده راجع من چی میگن؟ حرف میزنن راجع من چیزی میگن؟ نه راجع به حرف نمیزنه. بگو آفرین میگم چی میگه آفرین تو خاله تو رو دوست داره. بگو نه خاله چی نمیگن راجع به شما. بگو دارم گوش میدم. بعد مامانی میگفت آره خاله شوهر خاله گی ندارم بخورم. بهش یک دانه چی داد کلا همه چی ازش من اصلا من پیش پرچه یک دانه چی کل زندگی نماش الان داره دیگه تعریف میکنه چه اتفاقی افتاده و نه افتاده میگه همه چی. آره بابا برای امروز بچه اکسپلور گردی دیگه بسته میدونی اکسپلور واقعا این استاد فضا خیلی خوب و معرکه‌ای داره آموزنده عالی خیلی خوبه خلاصه ولی خب میدونی فضا مجازی زیادش هم خوب نیست واسه بچه‌ها. بعد بشیم درسمون اکسپلور ما کلا بچه آموزنده بود و از این ویدیو یک عالم آموزش میتونین ببینین و خیلی چیزا میتونین یاد بگیرین. خداحافظ. خداحافظ.